یه سلام درود بورینوسی خدمت همین دوستای خوبم. امیدوارم که حال اولتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به مبحث فارماکولوژی، اونم درس فارماکولوژی، مبحث مقدمات سیستم کولینرژی. کلا درباره اتونوم میخوایم صحبت بکنیم. واقعیت اینه که اتونوم، حالا کلا داروهایی که توش گفته میشه، حالا قدیما خیلی اهمیت داشتش این نظر که حالا تو بالین و اینا بگی، ولی خب در حال حاضر شاید بگم که خیلی مثلا از کلا داروهای سیستم اتونوم قد استفاده نمیشه. دلیلش هم حالا مشخصه، برمیگرده به این که این داروها رو کل بدن اثر میذارن. یعنی خب به هر حال ما داریم به سمتی میریم، فارماکولوژی داره به سمتی میره که داروهایی تولید بکنه که فقط روی یک نقطه خاص تاثیر بذاره و دیگه همه جا تاثیر نذاره. من مثلا چه میدونم میخوام طرف فشار خونش رو کنترل بکنم، از اون ور میبینم که علائم مثلا بینایی و علائم حالا ادراری و گوارشی و اینا میده. در نتیجه این کلا داروها این ضعف رو دارن. حالا اصلا چجوری هستن این داروها، چجوری اثر میکنن، اصلا اتونوم چیه، سمپاتیک چیه، پاراسمپاتیک چیه، میخوام از صفر و بیس براتون توضیح بدم. آقا اصلا چه میدونم گرند نیکوتینی چیه، موسکارینی چیه، همینا رو میخوام براتون توضیح بدم. سر حوصله بشینید، قشنگ ببینید و یه بار برای همیشه این بحث رو یاد بگیرید، چون بحث پاراسمپاتیک سمپاتیک همه جای پزشکی هستش. یعنی شما یه بار یادش بگیرید تمومه دیگه و به اصطلاح جاهای مختلف میتونید از اون استفاده بکنید. عملا یه بیس هستش واقعیت. و خب اکثر بچه هم توش ایراد دارن، توش به اصطلاح مثلا یا درست متوجه نشدن، درست براشون توضیح داده نشده، یه جایش مشکل دارن که میخوام امروز خیلی خوب براتون توضیح بدم. این ویدیو فقط من به چیز میپردازم، مقدمات سیستم کولینرژیک. ویدیو بعدی درباره در آگونیست های کولینرژیک صحبت میکنم. ویدیو بعدش درباره آنتی کولینرژیک ها، ویدیو بعدی درباره مقدمات سیستم آدرنرژیک صحبت میکنم، این سمپاتیک. و حالا به ترتیب ویدیوی بعدیش که دیگه میشه آگونیست های آدرنرژیک و آنتی آدرنرژیک ها، یا همون نور آدرنرژیک ها. خب اون نور بیشتر می آنتی نمی. خب قبل از اینکه حالا این تقسیم بندی که اینجا توی کتاب کاتزونگ اومده رو براتون بگم، این تقسیم بندی خودم میخوام براتون بگم که حالا مقدار بهتر میتونید متوجه بشید. ببینید از همون دومین من بیارم جلوتر، از همون دوران حالا چه دبیرستان و چه حالا دوران دبستان اینا، ما برام میگفتن آقا سیستم عصبی خب کلا دو بخش داره. یعنی سیستم عصبی دو تا بخش داره. یکی در واقع سیستم عصبی مرکزی یا سنترال نروس سیستم هست، یکی هم سیستم عصبی محیطی یا پریفرال نروس سیستم هستش. خب این بعد خب پریفرال نروس سیستم و سنترال نروس سیستم، سیستم عصبی مرکزی، سیستم عصبی محیطی. سیستم عصبی مرکزی که میشد مغز و نخاع، یعنی همون مرکز فرماندهی. خب مرکز فرماندهی که میشه مغز و نخاع. درست شد این تا اینجا. حالا چی میشه پریفرال نروس سیستم؟ هر آنچه به غیر از مغز و نخاع میشه پریفرال نروس سیستم. خب حالا میشه چی؟ بیایید یکم دربارهشون فکر بکنیم. این اعصابی که به غیر این مغز و نخاع رو شما از بدن در بیاری چی میمونه؟ خب یک سری اعصاب میمونه. این اعصاب رو بیاید تقسیم بندی بکنیم. خب چجوری تقسیم بندیشو بکنیم؟ ببینید من اینجوری میام میگم یک سری از این اعصاب هستن دارن یک سری اطلاعات رو از مغز و نخاع میبرن واسه ارگان ها، و یک سری از اعصاب هستن، یک سری از نورون ها هستن که دارن اطلاعات رو از ارگان ها میبرن واسه مغز. مثال بذار. خب باشه مثالم میزنم. مثلا میام میگم که آقا مغز اومده دستور داده، گفته آقا انگشت وسط تو بیا بالا. البته حالا انگشت کنارش هم بیاد. انگشت وسط رو گفته بیا بالا. چرا؟ حالا به دلیلی. انگشت وسط رو بیار بالا. چه اتفاقی میفته؟ پیام میاد میگه آقا مثلا یه سری عضلات ناحیه ساعد و اینا مثلا منقبض، به اصطلاح پیام بهشون برسه. اون عصبی که داره به این عضلات عصب دهی میکنه در واقع دچار به اصطلاح اکشن پتانسیل توش ایجاد بشه، پتانسیل عمل توش ایجاد بشه و برسه به این عضله توی اون محل به اصطلاح چی میگن نوروماسکولار جانکشن، تو محل اتصال عصب و عضله. یک سری اتفاقات بیفته، استیل کلین و اینا ترشح بشه، روی گیرنده تاثیر بذاره، در نهایت حالا کلسیم آزاد بشه و اینجور بحثا و عضله منقبض بشه. عضله منقبض بشه و این انگشته یواش بیاد بالا. پس چه اتفاقی افتاد؟ دستور از مغز اومد به کجا؟ اومد به در واقع عضله، یعنی یک چیزی رو برد. درست شد؟ ببین اون مبدأ رو ما مغز و نخاع در نظر میگیریم. به همین جهت به این چیزی که من گفتم میگن وابران.
خب چیکار کرد این وابران؟ یه دستور رو برد. خب دستورات مغز جوری معمولا حرکتی ان. حالا بعضی اصلا اوکی ممکنه دچار ترشح هم بشه مثلا توی غدد و اینها، ولی خب بیشترشون اینه که یه حرکتی اتفاق میفته. به همین جهت اینو میتونیم بگیم حرکتی. خب یعنی این بخش از سیستم به اصطلاح پریفرال نروس سیستم میشه حرکتی یا وابران. آوران میشه چی؟ آوران اون اطلاعاتی هستش که مثلا از گیرنده‌های حسی، آقا مثلا الان از پای من داره به مغز من پیام میره، میگه آقا پای نبی مثلا تو این وضعیت قرار گرفته. خب به حس وضعیت رو میگه. یا مثلا الان من پامو فشار میدم، گیرنده فشاری من تحریک شد، پیام رو برد برای به اصطلاح سنترال نروس سیستم. یعنی آوران هستن، دارن پیام ها رو میارن. خب ببین کسی که اسم اینا رو گذاشته کی بوده؟ مغز بوده. مغز یه دانشمند بوده. خب مبدأ کی میذاره؟ خودش میذاره، مغزو میذاره دیگه. یا دارن به سمت من میان، نه اینکه اینجوری بگن که دارن برام میارن. خب دارن برام میارن، این مغز اسم خودش رو که بد نمیذاره دیگه. گرفتی چی میگم؟ اینجوری. پس بنابراین آوران میشه حسی که حالا میشه مثلا دیگه بحث سیستم حسی که میشه چه میدونم گیرنده های محیطی و بحث مثلا حواس ویژه و اینجور چیزا که اینجا بهش کاری نداریم. وابران که میشه حرکتی، خودش دو بخش داره. یکی سیستم عصبی خودمختار هستش، اتونومیک نرو سیستم، و یکی هم سیستم همون پیکری هستش، حواس پیکری هستش. که همین مثلا آقا من عضلم رو مثلا حرکت دستم رو مثلا ارادی این رو حرکت نمیشه سیستم مثلا پیکری در واقع اون ارادیه هستش و اتونوم چیزی هستش که غیر ارادی اتفاق میفته. خب حالا اصلا چرا اومدن مثلا ارادی غیر ارادیش کردن؟ خب بذار من برات بگم. تصور کن آقا من همیشه مثالام چیزن باستانیان. تصور کن مثلا این آدم باشه، این مثلا یه قاری باشه. خب این مثلا چه میدونم اسمای قدیمی چی، مثلا اسمش شاقور باقوره. خب این مثلا اسمش شاقور باقوره. این هم خانومشه، این مثلا موهاش دراز بوده. خب اسمش مثلا چه میدونم اسمش متفورمینه. آره قدیما. خب این شاخور، این باقر ساده تره. این باقر، این متفورمینه خانومشه، اسمشه. اسم خانومش متفورمینه، معلوم نیست چرا. خانومه بهش میگه من گرسنمه، بچه هم اینجا دارن ویق ویق میکنن، این مثلا این بچه ریده اینجا ریز کرده، خودشو خراب کرده، این مثلا بوش متصل میشه، این مگس ها اینجا نشستن کار نداریم بلد نیستم بکشم. میگه حاجی پاشو برو برای من این چیزی پیدا کن. این میاد میره تو جنگل. این مثلا حالا درختای جنگل هستن، این درخت نیست نبی. خب مثلا این میاد میره توی به اصطلاح میره توی جنگل و دنبال مثلا حالا توت میگرده. توته رو اینجا پیدا میکنه، میخواد از درخت بالا بره. یه شیری اینجا جلوشو میگیره، میگه باقر کجا میری؟ من میخوام بخورم چی نخوردم. این مثلا شیره است. خب باقر در اون لحظه بعد دو پا اگه داره دو پا دیگه هم قرض بکنه بدوه فرار بکنه. خب برای فرار کردن به چی نیاز داری؟ ضربان قلبت بالا بره، اکسیژن بیشتری بهت برسه، چه میدونم اون لحظه یهویی مثانه نگه حواس کردم الان یه ادرار خیلی گرمی داشته باشم، مثانه باید چه میدونم جلوشو بگیری، از اون ور گوارش نگه حاجی من آره این باید جلوشو بگیری. خب چه میدونم مردمک ها باید گشاد بشن، نور بیشتری بیاد تو بتونی فاصله های دور رو ببینی، بتونی جلوشش تو ببینی، دیتای بیشتری مثلا از محیط دریافت بکنی، اینجور حرفا. خب آیا باقر در اون لحظه به صورت ارادی میتونه همه این چیزها رو انجام بده؟ مثلا بگه خب قلبمو حالا بیشتر قلبم بیشتر بزن، خب حالا برون شو گشاد بشید، حالا مثانه تو دهن تو ببند، گوارش تو هم دهن تو ببند، بزاق تو خوش شو، همه خون به سمت چیز بدو بریم. خب تا اینجا بخواد این چیزو بگه شیر خوردتش تموم شده رفته. خب و همین جهت بعد یک سیستم غیر ارادی بیاد این رو دستش بگیره، یک مرکز فرماندهی که آقا زنگ هشدار رو زدن این کارش انجام بده. خب به همین جهت اومدن گفتن که آقا اون به اصطلاح بدن ما اینجوری تکامل پیدا کرده که آقا گفته بذار یه سیستم عصبی در واقع غیر ارادی هم داشته باشم، یه حرکتی غیر ارادی هم داشته باشم که در واقع مثلا توی زمانه حالا جنگی بود، گریزی بود، حالت آرامشی بود، من بتونم یک سری چیزها رو رگولیت بکنم، یک سری چیزها رو تنظیم بکنم. پس بنابراین این تقسیم بندی رو یادتون باشه. خب تقسیم بندی که حالا خود کاتزون میگه اینجوری هستش، میگه که دستگاه عصبی به دو قسمت تقسیم میشه. یکی از نظر آناتومیک میایم تقسیمش میکنیم که تقسیم بندی میشه محیطی و مرکزی که خدمتتون گفتم، و از نظر عملکردی هم میتونیم بیایم تقسیم بندیش بکنیم که خودش تقسیم بندی میشه به سوماتیک و اتونوم. خب
سوماتیک همون اعصاب پیکری هستش، همون بخش پیکری هستش که اعمال آگاهانه رو انجام میده. دستمو میارم بالا، میزنم تو گوش خودم، میزنم تو این یکی گوش خودم، خب میزنم تو سر خودم. خب چرا خودتو میزنی نمیدونم، چه میدونم خودکار رو مثلا میندازم، چه میدونم لپتاپ رو میبرم آسمون میپرم، اینجور چیز. یعنی اعمال ارادی هستن. اعمال اتونوم غیر آگاهانه هستن. تو الان مثلا چه میدونم میری مثلا بیمارستان، بعد کراشتو میبینی یه ضربان قلب زیاد میشه، دست خودت که نیست، ضربان قلب زیاد شده. مردمک تو که نمیتونی جلوش بگیری، مردمک گوشاد نشی، جلوی یه سری چیزا رو نمیتونی بگیری. آره باش، تو راست میگی. خب اتونوم، حالا اتونوم از نظر آناتومی حالا میشه همین سمپاتیک پاراسمپاتیک دیگه. یعنی اتونومیک نرو سیستم میشه همین قسمت سمپاتیک و پاراسمپاتیک. یک بخش از این فرماندهی باید بیاد بدن رو آروم بکنه، یه بخش از این فرماندهی باید بیاد بگه آقا جنگ، پاشو بریم، فرار کن. خب مثلا همون باقر وقتی برمیگرده پیش زنش، ضربان قلبش بالا باشه، مدام نفس بزنه، چه میدونم مردمکش گشاد باشه، که خب اصلا نمیشه. زنش میزنه تو متفورمین، میزنه تو دهن، میگه چقدر چت مرد، اصلا بذار بخوابیم. نفس زدن نمیذاره بخوابم. چه میدونم میخواد اصلا باقر بره خونه کتاب مطالعه بکنه، میخواد چه میدونم مستند حیات در رگ‌های سرد رو ببینه. خب آره، یا مثلا چه فوتبال پرتغال کرواسی رو ببینه، یا همین دیشب بود برد زد. خب آره، میخواد مثلا فوتبال بینه، خب اون لحظه میخواد دید نزدیک داشته باشه دیگه. تو اگه اون مردم خیلی گشاد باشه، خب اصلا نمیتونه خیلی دیتای جزئی رو ببینی. به همین جهت باید پاراسمپاتیک هم وجود داشته باشه. اوکی، خب پس یه سمپاتیک داریم، پاراسمپاتیک داریم، که حالا درباره این سمپاتیک به طور کلی بهش میگن سیستم آدرنرژیک، و به این پاراسمپاتیک میگن سیستم کولینرژیک. خب کولینرژیک آدرنرژیک، کولینرژیک آدرنرژیک. خب درباره کلا چیز بخوام براتون صحبت بکنم، آناتومیش بخوام براتون صحبت بکنم که حالا چه جوری هستش و این جور چیزا، بذار یه صفحه خالی اینجا براتون گذاشتم که یه عالمه حرف بزنم براتون. خب نگاه بکن آقا، مرکز فرماندهی کجاست؟ توی مغز و نخاع قرار داره. من یه مغز مثلا اینجا براتون بکشم، این نمیدونم چه جوری بکشم، این مثلا این مغز باشه، خب این هم مثلا نخاع باشه، نخاعش کجه. خب حالا مثلا این ارگان ها هم در نظر داشته باشید دیگه، مثلا این قلب باشه، چه میدونم مثلا این به اصطلاح ریه باشه. خب مثلا اینجوری بخوایم بکشیم درست شد. چه میدونم این مثانه باشه، خب این مثلا مثانه باشه، و حالا مثلا این هم مثلا روده باشه و معده باشه و اینجور چیزا. خب اینجوری معده هم کوچیک، بلشون دست نزن. خب حالا سیستم کلا به اصطلاح اول دفعه درباره کولینرژیک یا پاراسمپاتیک براتون صحبت میکنم. خب ببینید پاراسمپاتیک میخواد چیکار بکنه. پاراسمپاتیک در واقع تو حالت آرامش فعال میشه. خب مثلا نشستی جلو باد کولر، نشستی چه میدونم، نه فردا امتحانی داری، نه چه میدونم وامی قراره پس بدی، نه چه میدونم هیچ دغدغه خاصی نداره. الان دروغی هم ولی به طور کلی دارم میگم دیگه. یعنی خیلی مثلا شیر دنبالت نکرده، یا چه میدونم کسی رو ندیدی، یا آره همچین چیزی. تو این حالت باید پاراسمپاتیک فعال بشه. حالا اینکه دقیقاً پاراسمپاتیک رو هر ارگانی چه اثری میذاره، ویدیو بعدی درباره صحبت کنیم. اینجا بیشتر کلیات رو میگم براتون. در واقع سیستم عصبی پاراسمپاتیک، خب مغز باید اینو بیاد دستور بده دیگه. مغز باید در واقع بیاد یک سری عصب، یک سری مثلا استطاله بخوام بگم. خب از این بزنیم مثال دیگه بزنم، یه مرکز فرماندهی پلیس مثلا اینجا در نظر داشته باشید. خب مرکز فرماندهی پلیس اینجا در نظر داشته باشید. خب این میخواد بره به اعضای شهر اعلام بکنه که آروم باشید، همه چی آرومه، بگیرید بخوابید، در خونه هاتون نیازی نیست قفل بکنید، دزد توی شهر نیستش. خب میره به یک سری مرکز کوچیک‌تر. خب به هر حال مثلا شهر خیلی بزرگه، به یک سری مرکز کوچیک‌تر میگه آقا این پیامن رو برسونید. خب اگه خودش بخواد زنگ بزنه، مرکزی دیگه، اصلا خودش بخواد زنگ بزنه خیلی وقتش تلف میشه، بعد روی چیزای مهمتری زمان بذاره. میاد به اینا میگه
اینا چیکار میکنن؟ اینا خودشون مثلا میان یک سری به اصطلاح نیرو میفرستن، ماشین توی شهر میفرستن، خب و این ماشینا مثلا میرن توی یک سری ایستگاه‌های کوچیک‌تر، مثلا این میاد توی این ایستگاه، این میاد توی این ایستگاه، این میاد توی این ایستگاه، خب و حالا ممکنه مثلا خود این ایستگاه مثلا چند تا پلیس ازش خارج بشه، این مثلا چند تا پلیس، مثلا چند تا پلیس، یا مثلا اینجوری نباشه و فقط همین یه دونه، مثلا همین یه دونه پلیس بره و خبر رو مثلا به اعضا برسونه. درست شد؟ پس بنابراین یه کلیت اینجا متوجه شدین دیگه. این مثلا هر کدوم این پلیسا که گفتم مثلا یک نورون هستش. حالا اینو پاک بکنم من تا ادامهش رو خدمتتون بگم. یه ذره یواش یواش دارم میگمش که آره نگرخ. خب البته سخت نیست واقعا. شما در نظر داشته باشین مغز تصمیم گرفته، شبیه آدم شد، مغز تصمیم گرفته که پاراسمپاتیک رو فعال بکنه، خب و وقتی پاراسمپاتیک فعال میشه کل پاراسمپاتیک بدن فعال میشه. این نیست مثلا بگه اوکی مثلا فقط چه میدونم پاراسمپاتیک مربوط به قلب فعال بشه، وقتی پاراسمپاتیک میاد رو همه جا اثر میذاره. اوکی بیشتر کمتر داره ولی خب اثرش رو همه جا میذاره. این میاد میگه که خب من میخوام چه میدونم ضربان قلب مثلا بالاست، میخوام ضربان قلب رو کم بکنم، شیره مثلا رفته. خب میاد چیکار میکنه؟ میاد یک سری حالا هسته اینجا داریم که کار نداریم دقیقاً چیا هستن، کلا اینجوری بخوام بگیم مغز میاد به یک سری هسته هایی که اینجا قرار دارن، خب حالا به اصطلاح تو همون ساقه مغز قرار دارن، میاد دستورش رو صادر میکنه، اون سیگنال مربوط به پاراسمپاتیک رو صادر میکنه. خب مثلا این هسته میتونه هسته عصب، اینجا نوشتیم دیگه، هسته مثلا عصب 3 باشه، 7 باشه، 9 باشه، 10 باشه. خب این هسته ها، هسته عصب 3 7 9 10. خب مثلا هسته عصب 3 مثلا اودینگر وستفال بود که حالا کار نداریم به اسمش، بحث آناتومی هستش. این هسته عصب 3 میاد یه نورون ازش خارج میشه. درست شد؟ بحث آکسون و اینا دیگه. این آقا این جسم سلولیشه، این آکسون نورونه، آکسون نورونه میره 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 تا به کجا برسه؟ تا به ارگان هدف برسه. ارگان هدف مثلا برای عصب 3 میشه چی؟ میشه چشم. خب یعنی در واقع اون این عصب مأموریت پیدا کرده که آقا بره به چشم بگه آروم باش، همه چی خوبه، مردمک تو گشاد، مردمک تو تنگ بکن و اینجور حرفا. حالا کار نداریم دقیقاً چه اثری میذاره، دارم فعلا صحبت اولیه‌شو میکنم. این میره 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 و به اون حالا ارگانه میرسه. اینکه چه اتفاقی اینجا دقیقاً میفته رو براتون میگم. عصب 7 هم به همین صورت خب میره، حالا مثلا بحث غدد بزاقی اینجور چیزان، بحث کار نداریم بهشون که دقیقاً به کجا میره. عصب 9 هم به همین صورت، عصب 10 هم به همین صورت. خب عصب 10 که حالا عصب واگ هستش بیشترین این ور اون ور رو داره، یعنی تو بحث پاراسمپاتی خیلی عصب مهمی هستش، یعنی میتونیم بگیم بیشترین عصبی که داد میزنه که آقا همه چی آرومه عصب 10 هستش. گرفتید شد؟ پس اینجوری تصور کن که آقا هر کدوم از این خطوط آبی که من کشیدم خب یه پلیس هستن، یه پلیس هستن که از ایستگاهشون راه افتادن، هر کدوم یه ایستگاه محلی خاص داشتن، از ایستگاهشون راه افتادن، یکیشون مثلا به سمت شمال رفته، یکیشون به سمت جنوب رفته، یکیشون به سمت مثلا یکی رفته همدان، یکی رفته مشهد، یکی رفته قلمم افتاد، ای بابا وایسی بیارم بود خب خب آره تو ویدیوهای ما همه اتفاقی میفته. یکی مثلا این میره به سمت چه میدونم مشهد میره، این مثلا چه میدونم هرمزگان میره، این داره به سمت تاجیکستان میره و اینجور حرفا. خب ولی خب چون نزدیک هم هستن خیلی فرون بر نمیره. نهایتش اینه 3 به چشم بره، 7 مثلا به غدد بزاقی و عرقی و اینجور چیزا بره، 10 هم معمولا به قلب و گوارش و تنفس و اینا میره. خب پس این تا اینجا شد یک بخشی از سیستم عصبی پاراسمپاتیک. این پایین چی آقا؟ چه میدونم دستگاه ژنیتال و مثانه و اینا چی؟ به اینا عصب ندادیم. اینجا هم یه ناحیه داریم S2 تا S4. خب اون اعصاب ساکرال S2 S3 S4 اینجا نوشتیم S2 تا S4. خب S2 تا S4 هم در واقع یه خروجی پاراسمپاتیکی دارن. خب یه مثال جالبی که برات بزنم، هر کدوم از به اصطلاح قسم سگمان های نخاعی، خب ما میایم میگیم مثلا آقا سگمان های نخاعی رو میگیم دیگه، مثلا میگیم چه میدونم T1 S2 چه میدونم L1 با توجه به اون سگمان نخاعی اصلا مهره ای. خب اون بخش نخاع میتونی تصور بکنی که هر کدوم از بخش های نخاع یه ایستگاه پلیسن. یک سری از ایستگاه پلیس ها یک سری نیروی ویژه داره، به اون نیروهای ویژه میگیم پاراسمپاتیک. خب یعنی هر جایی ندارتش، مثلا چه میدونم T1 اینجور پلیس ها رو نداره. خب و این پلیس ها مثلا یه نواحی خاصی تجمع پیدا کردن. گرفتی شد؟ خب
پس این شد بحث تا اینجا. تا اینجا شد، ادامهش رو براتون بگم. پس آقا این خروجیه رو داشتیم، این پلیسا اومدن ویق 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 رفتن. حالا مثلا این ناحیه S2 تا S4 هستش که میره به بحث حالا ژنیتال و یورینری و اینجور چیزا. حالا اتفاقی که میفته اینه که خروجی اینها مستقیما به ارگان هدف نمیرسه. خب چرا این اتفاق نمیفته؟ ببین این یه پلیسه، درسته؟ خب تصور کن این یه پلیسه رفته کجا، میخواد بره به کجا، میخواد مثلا این پلیس این بالایی میخواد بره به استان همدان، درسته؟ خب بخواد بره به همدان، یا حالا کوچیک‌تر بگیم یه بخشی از همدان رو میخواد بره، یه بخشی از کرمانشاه میخواد، بخش ایلام میخواد بره. خب مثلا قشنگ به انواع قرب فقط خب بخشی از اونجا رو میخواد بره. خب خودش تکی که نمیتونه این کارو بکنه. منطقی چیه؟ این که آقا این پلیسه بره به یه ایستگاه پلیسی توی اون شهر، خب و اینا چند تا به اصطلاح پلیس کوچولو کوچولو ازش در بیان و برن کارو انجام بدن. به این ناحیه میگن گانگلیون. به این ناحیه میگن چی؟ میگن گانگلیون. درست شد؟ این زرده میگن گانگلیون، محل تجمع جسم‌های سلولی هستش. خب یعنی مثلا جسم سلولی ها خیلی مثلا اینجوریه دیگه، نگاه کن مثلا اینجوری نورون خارج شده، این مثلا نورون اینجوری خارج شده، این نورون اینجوری خارج شده و همه اینا به اصطلاح از همین نورون اصلیه میان دیگه. مثلا این اومد ترشحات خودش رو به این ناحیه ریخت، خب اینا تحریک شدن و این یه ناحیه گوله مانند به وجود میاره. به این ناحیه گوله مانند میگن گانگلیون، درسته؟ حالا مثلا یه گانگلیون اسامی خودشونو دارن، مثلا گانگلیون مربوط به عصب سن بهش میگن گانگلیون سیلیاری، احتمالاً شنیده باشی دیگه، توی مثلا چشم هستش. خب اینم از این. حالا این اعصاب میرن، اینا چی؟ این پلیس کوچولوها میرن و به ارگان هدف میرسن. مثلا اینجا میرن به اصطلاح عضلات سیلیاری، روی عضلات سیلیاری اثر میذارن، چه رو مردمک اثر میذارن، باعث میشن مثلا به اصطلاح حالت پاراسمپاتیکی که همه چی آروم، میتونه میخواد دیتای خیلی زیادی وارد چشمت بشه، بنابراین میرن مثلا مردمک رو تنگ میکنن. خب این همچین چیزی. حالا درباره اوناش صحبت میکنیم. پس گرفتید شد. حالا من خیلی ساده تر بکشم، این بحث اولیه بود، حالا بریم با جزئیات بیشتر براتون بگم. آقا این مغز بود، خب این مغز بود، خب شبیه چیز داره مغزم افتضاح شد. خب آقا چجوری بکشم؟ خدا وکیلی بعد یه دوره کلاس نقاشی چیزی من برم، فایده نداری اصلا، مخچه افتضاح، مخچه نداری. آره اینم چشش. آره خب آقا این مغزه، گفتیم اعصاب پاراسمپاتیک کجا قرار دارن؟ یکی عصب چند بود؟ عصب 3 بود، عصب 7 بود، عصب 9 بود، عصب 10 بود. خب و اینجا هم چند بود؟ S2 بود تا S4، درسته؟ خب عصبی که از این خارج میشه، خب این نورون شماره 1، نورونی که داره از این به اصطلاح هسته مغزی داره خارج میشه. این نورونه که خارج میشه نگاه کن خیلی بلنده، یه آکسون بلندی داره، میره به گانگلیونه میرسه و از گانگلیونی هم یه عصب خارج میشه، میره به بافت هدف، به ارگان هدف میرسه. خب این وسط یه سری به اصطلاح گیرنده و یه سری به اصطلاح چیز داریم، نوروترانسمیتر داریم. حالا اینا چی هستن این گیرنده نوروترانسمیتر رو براتون میگم. این اعصاب داریم درباره چی صحبت؟ درباره پاراسمپاتیک صحبت میکنیم. پاراسمپاتیک ای بابا، پاراسمپاتیک اون نوروترانسمیتر به اصطلاح اصلیش بخوام بگم استیل کولینه. درباره نحوه تولید استیل کولین هم خدمتتون میگم. پس بنابراین پاراسمپاتیک رو شما هر جا شنیدید یاد چی بیافتید؟ یاد این خط میزنی اینجوری میشه، نمیدونم چرا، یاد چی بیافتید؟ یاد استیل کولین بیافتید. خب استیل کولین در واقع یک نوروترانسمیتر تحریکی هستش. توی چیز من براتون گفتمش، همش رو پاک کردم، عالی شد. نه پاک نشد. توی بحث فیزیولوژی اعصاب خدمتتون گفتم که به چه صورت هستش. حالا این عصبه میاد اینجا میرسه. اینجا ناحیه در واقع که باید سیناپس تشکیل بده دیگه، درسته؟ خب این ناحیه انتهای سیناپس رو من براتون بکشم به این صورت. خب این ناحیه انتهای سیناپس باشه. از این انتهای سیناپس استیل کولین ترشح میشه. چه جوریشو جلوتر براتون میگم. استیل کولین ترشح میشه. خب روی این در واقع گانگلیون یک سری گیرنده داریم. گیرنده هایی که اینجا قرار دارن بهشون میگن گیرنده های در واقع نیکوتینی. حالا میگم براتون دقیقاً جلوتر، صرفا دارم بیس میسازم. اگر حس میکنید مطلب براتون سنگینه اشکال نداره، جلوتر کامل این ریویو میشه براتون تکرار میشه. یک سری گیرنده داریم روی در واقع این
گانگلیون ها بهش میگن گیرنده های نیکوتینی. چرا بهشون میگن نیکوتین؟ چون اون اول باری که مثلا حالا دیدن کشفشون کردن، دیدن مثلا با نیکوتین اینا تحریک میشن، بعد بهشون میگن گیرنده های نیکوتینی. این استیل کلینه میاد روی این گیرنده نیکوتینی میشینه. خب این به اصطلاح هسته اون جسم‌های سلولی هستش. روی هر کدوم به اصطلاح چیز داریم دیگه، روی هر کدوم از اون جسم‌های سلولی ما این گیرنده رو داریم. خب این گیرنده های به اصطلاح نیکوتینی رو داریم. این گیرنده نیکوتینی اون استیل کلین میره روش میشینه و این نورون دومیه رو تحریک میکنه. نورون دومیه که تحریک میشه میره روی بافت هدف، اثرش رو میذاره، یه استیل کلین دیگه روی بافت هدف ترشح میکنه. مثلا توی چه میدونم رو عضله میره، باعث انقباض مثلا عضله میشه. درست شد؟ به این صورت هستش. یا مثلا ممکنه که اصلا از طریق جی آی اثر بکنه. خب یعنی از طریق مثلا جی اینهیبیتوری عمل بکنه، باعث مهار یک نقطه بشه. گیرنده هایی که اینجا قرار دارن گیرنده های نوع ام هستن، بهشون میگن گیرنده های موسکارینی. موسکارینی چیه؟ موسکارین یه نوع قارچی بوده، مثلا حالا اولین بار دیدن که مثلا با قارچ موسکارین این گیرنده تحریک میشه. خب به همین جهت بهشون میگن گیرنده های موسکارینی. پس یه دور من رو براتون ریویو بکنم که گیج نشید، بعد یواش یواش بریم جلو. براتون گفتم که مغز تصمیم گرفته که به باقر میگه آقا شیر دور شده، الان خونه ای، بیا پاراسمپاتیک تو تحریک بکنه. باقر خودش هیچ خبری نداره، از هیچ خبر نداره. مغز میاد از طریق عصب 3 عمل میکنه، از طریق عصب 7 عمل میکنه، از طریق عصب 9 10 S2 S3 S4 عمل میکنه که چی؟ که به کل بدن خبر برسونه، یک سری خبرهای خاص. که چی؟ مثلا آقا پاراسمپاتیک این که بیا ضربان قلب رو کم بکنید، بیاید چه میدونم برونشا رو تنگ بکنید، نیاز به این همه اکسیژن نداریم. بیاید مثلا مردمک ها رو تعیین بکنید، نیاز به این همه نور نداریم. بیاید ترشح بزاق رو از سر بگیریم، همه چی آرومه، بذارید گوارشمون رو انجام بدید، بذار اگه جیش داره طرف بره دستشویی، اگه دفع داره بره دفعش رو انجام بده. اینجور چیزا میخواد از طریق این اعصاب این خبرها رو برسونه، بگه آقا همه چی آرومه، برید مثلا برید کارتون رو انجام بدید. چجوری این کار رو انجام میده؟ از طریق یک سری اعصاب اسم اعصاب پاراسمپاتیک. این اعصاب پاراسمپاتیک این مثلا نورون شماره یکشه، از هسته مغزی خارج میشه. بقیه‌شون هم همینطوری یعنی من دارم با مثال مثلا 3 رو میگم. خارج میشه. خب این نورون خارج میشه. این نورونه که خارج میشه در نهایت استیل کلین ترشح میکنه. استیل کلین میره رو اون گانگلیونه اثر میذاره. گانگلیونا حالا اون حاوی یک سری جسمای سلولی هستن دیگه، سری تعداد زیادی نورون هستن. این نورون ها تحریک میشن و در نهایت میرن روی بافت هدف اثر میذارن. گیرنده ای که روی گانگلیون قرار داره، روی اون به اصطلاح جسمای سلولی ناحیه گانگلیون قرار دارن، از نوع گیرنده های نیکوتینی هستن. در حالی که گیرنده هایی که روی بافت هدف قرار دارن، مثلا روی قلب قرار دارن، روی چه میدونم غدد عرقی قرار دارن، روی حالا مثلا چه میدونم غدد بزاقی قرار دارن، روی عضلات صاف چشم به اصطلاح هستن. گیرنده های نوع موسکارین هستن که خودشون انواع مختلفی دارن، جلوتر براتون توضیح میدم. گرفتید شد؟ خب بیاید اسمم برای این نورونا بذاریم. به این نورونه میگم نورون پرگانگلیونی، یعنی قبل گانگلیون قرار داره، و به این نورونه میگم پست گانگلیونی. یا شد؟ این قبل گانگلیونه این نورون. خب این نورون، بذار یه بار براتون بکشم نگاه بکن. این نورون باشه. خب این مثلا حالا به اصطلاح اون سیناپسه باشه، این گانگلیونه باشه. خب و اینم نورونی که ازش خارج میشه، اینم حالا مثلا بافت هدف باشه. به این نورون میگن نورون پرگانگلیونی یا پیش گانگلیونی، و به اینم میگن در واقع پست گانگلیونی. حالا من فارسیشو دقیقاً یادم نیست پره و پست چجوری بود، ولی خب نوشتیمش پرگانگلیونی، پست گانگلیونی، قبل گانگلیون، بعد گانگلیون. خب پس گانگلیونی فکر کنم میگم بود. خلاصه پس این پاراسمپاتیک بود. پاراسمپاتیک دقت بکنی کجا بود؟ کرانیو ساکرال، تو ناحیه کرانیال، مغز و ساکروم، S2 تا S4 بود. خب همین اعصاب گفتیم دیگه، آکسون و نورون همون پرگانگلیونیک ازشون خارج میشه. یک گانگلیون در ارگان هدف داره و فیبر پست گانگلیونی رو داریم که میره و اون اکت رو انجام میده. درست شد؟ خب اگه دقت کرده باشی پاراسمپاتیک نورون اولی خیلی بلند بود، نورون دومی کوتاه بود. توی سمپاتیک برعکس اینه. یه توضیح کوچولو هم درباره سمپاتیک میدم، بعد دیگه درباره خود پاراسمپاتیک صحبت میکنم. و تو جلسه سمپاتیک هم سعی میکنم اینو دوباره مرور بکنم براتون. پاراسمپاتیک اینجوریه که مثلا خب خیلی همه چی اورژانسی نیست. تو خیلی نیازی نیست مثلا خیلی اورژانسی به بدن بگی که چه میدونم میتونی الان ادرار بکنی. خب یعنی به اصطلاح این میتونه یه فیبر مثلا خیلی بلند باشه، یا اینجور براتون بگم
اون اثری که پاراسمپاتیک رو بدن داره مثلا یه جایی اختصاصی تره واقعا، یعنی مثلا خیلی با حوصله تر میاد این کار رو انجام میده. در نتیجه مثلا اون فیبر اولیه خیلی بلنده، وقتی به ارگان هدف به اون گانگلیون رسید اونجا مثلا حالا میتونه تغییرات دیگه ای انجام بده، میتونه مثلا این سری مهار بکنه، این سری تحریک بکنه. ولی سمپاتیک نه، سمپاتیک اون نورون اولی که از هسته های مغزی و حالا هسته های نخاعی میاد کوتاه و اون گانگلیون ها در نواحی دور مهره ها قرار دارن، یعنی خیلی نزدیک نخاعن. دلیلش اینه که انگار اون پلیس های مراکز پلیس ها رو بدن اومده همون وسط قرار داده که جلو دستش باشه، خیلی سریع به قلب پیام بده، خیلی سریع به مغز پیام بده، خیلی سریع به مثلا ریه پیام بده، خیلی سریع به گوارش پیام بده. یعنی نیاز نباشه یه نورون خیلی دراز باشه این ور اون ور، یه ذره دستش بازتر باشه. خب مثلا این میتونه یه دلیلی باشه برای این نکته، اینکه مسیر سمپاتیک نورون پرگانگلیونی کوتاه، پست گانگلیونی بلند داره، در حالی که پاراسمپاتیک پرگانگلیونیش بلنده، پست گانگلیونیش کوتاه. یعنی مثلا سمپاتیک در واقع اینجوریه، خب پاراسمپاتیک اینجوریه. خب این نورون پرگانگلیونیه، این پست گانگلیونی، این پرگانگلیونی، این پست گانگلیونی، این سمپاتیک، این پاراسمپاتیکه. گانگلیون های سمپاتیک در نواحی اطراف ستون مهره قرار دارن، گانگلیون های پاراسمپاتیک نزدیک ارگان هدف قرار دارن. خب پس درباره سمپاتیک پاراسمپاتیک کلیاتی گفتیم، درباره سمپاتیک هم یه کلیات خیلی جزئیات که نیست، حالا کلیاتی بگیم بعدش بیشتر درباره پاراسمپاتیک صحبت کنیم. سمپاتیک هم باز مثل پاراسمپاتیک دیگه، یعنی مغز یک سری نقاط خاصی داره خب که میاد ازشون استفاده میکنه به عنوان مراکز فرماندهی. خب برای پاراسمپاتیک کجا بود؟ اعصاب 3 7 9 10 و اعصاب نخاعی S2 S3 S4. برای سمپاتیک نخاعی عصب مغزی براش نداریم، در واقع نخاع در T1 تا L2. خب یعنی ببین T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 و L1. ببین L1 و L2. ببین پاراسمپاتیک چقدر به اصطلاح گسترده تره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که آقا اگه پاراسمپاتیک کار نکنه نهایتش اینه که چه میدونم زن باقر متفورمین یکی میزنه تو سرش میگه چه خبرت اینقدر استرس داری. ولی اگر سمپاتیک کار نکنه باقر میخوری بسا خورده میشه، شیره میخوردش، باقر تموم شد. خب انگار که اصلا وجود نداشته. گرفتی شد؟ پس بنابراین واسه اینه که سمپاتیک انقدر گسترده تره. سمپاتیک اصلا به اصطلاح اون زنده نگه داشتن اون فرد واسطه سمپاتیک هستش. حتی مثلا یکی دو چهار مثلا ارست قلبی میشه، چه میدونم تو بحث احیا و اینا میخونید کاملا، دوچار مثلا مثلا افت فشار میشه و اینا، میایم از داروهایی استفاده میکنیم که سمپاتیک رو تحریک میکنه. طرف مثلا حالا به بیمارستان خیلی میشه می طرف رو نوره، خب رو نور اپینفرینه، نور اپینفرین بخشی از سیستم عصبی سمپاتیکه و میاد به اصطلاح روی فشار خون و قلب اینا تاثیر میذاره. خب پس این نواحی T1 تا L2، T1 تا L2 یعنی کل توراسیک با L1 و L2، اینا همشون خروجی که دارن میتونه سمپاتیک باشه. دقت داشته باشید این که من میگم مثلا خروجی S1 پاراسمپاتیک داره اینجوری نیست که دیگه S1 هیچ عصب دیگه ازش خارج نشه. به این معنیه که در واقع مثلا اینجوریه انگار اون یه ایستگاه پلیسه، فقط یه سری پلیس ویژه هم داره. اینجوریه مثلا آقا T1 اعصاب خودشون میده، اعصاب مثلا بالا حرکتی حسی هرچی میده، ولی پلیس ویژه هم داره، پلیس ویژهش سمپاتیکه. خب این ایستگاه های پلیس ویژه مربوط به سمپاتیک هستن. حالا این به همین صورت مثلا این T1 در واقع عصب ازش خارج میشه، اون به اصطلاح نورون پرگانگلیونی ازش خارج میشه، گانگلیون رو در اطراف همین خود نخاع میسازه و بعدش هم که میشه به اصطلاح پست گانگلیونی. گیرنده ها و موادی که اینجا ترشح میشن به چه صورت هستن؟ ببین عصب اول اینه دیگه، درسته؟ خب این عصب اول باشه، اینجا رو خیلی دقت کن. عصب اول اینجا جالب، عصب اول همیشه استیل کلین ترشح میکنه. خب یعنی پرگانگلیونی فقط استیل کلین ترشح میکنه. چرا؟ چون فقط میخواد نورون بعدی خودش رو تحریک بکنه، یعنی هیچ کار خاص دیگه ای انجام نمیده، فقط انگار اینجوریه که نورون بعدی تحریک شو، نورون بعدی تحریک شو. خب یه مثلا مثال براتون بزنم، اینجا یه ایستگاه پلیس باشه. خب این مثلا یه پلیس باشه که دزدا رو میگیره، درست شد؟ این هم یه پلیس دیگه باشه مثلا مربوط به مواد مخدره، درسته؟ خب آقا من یه منشی اینجا میذارم،
این یه منشی باشه. این منشی هر بار میاد یک سری نامه رو میذاره روی این میز. این نامه یا مربوط به اینه یا مربوط به اینه. این میدونه که مربوط به کدومه. خب آقا این نامه رو بهش بده دیگه تمومه. مهم نیست حالا این مثلا این منشیه بدونه مثلا چجوری من یه خلافکاری که مواد مخدر داره جابجا میکنن و بگیرم، یا مثلا نیازی نیست بدونه چجوری مثلا یه دزدو بگیرم. درست شد؟ فقط نامه رو میرسونه. گرفتی شد؟ پس نیازی به اختصاصی بودن نیستش. بنابراین این استیل کلینه. خب مثلا اینو پاراسمپاتیک در نظر داشته، اینو سمپاتیک در نظر داشته باشید. دقت بکنید دارم درباره فیبر پرگانگلیونی صحبت میکنم، یعنی اون اوایلشه. خب پس استیل کلین ترشح میکنه روی گانگلیون تاثیر میذاره، بعدش میشه چی؟ نورون پست گانگلیونی. نورون پست گانگلیونیه که نور اپینفرین ترشح میکنه. البته حالا یه سری استثناءات داریم، یکی دو جای مثلا توی غدد عرق و اینا که اونجا هم مثلا استیل کلین ترشح میشه، ولی شما 99% مواقع عصب سمپاتیکتون، خروجی سمپاتیکتون و کدوم سمپاتیک؟ این پست گانگلیونیش. خب پست گانگلیونیه که به ارگان هدف میرسه، که به قلب میرسه، نورپینفرین ترشح میکنه. گرفتی چی شد؟ خب حالا گیرنده هاش به اصطلاح اینجا که همون گیرنده نیکوتینی هستش. خب چون گانگلیون کلا گیرنده روی گانگلیون شما نیکوتینی در نظر داشته باشید. گانگلیون نیکوتین، گانگلیون نیکوتین. خب گانگلیونی نیکوتین. و حالا اون به اصطلاح ارگان های هدفی که سمپاتیک روشون اثر میذاره گیرنده خودشون رو دارن: آلفا 1، آلفا 2، بتا 1، بتا 2، بتا 3 که دربارهشون توی به اصطلاح ویدیوهای بعدی صحبت میکنیم. خب دهنم کف کرد. یه ریویو بکنیم بعد بریم ادامه. درباره سمپاتیک گفتیم که در ناحیه توراک و لومبار T1 تا T12 به همراه لومبار L1 و L2. مسیرش گفتیم توی نخاع توی L1 تا L2 هستش. جسم سلولی نورون پرگانگلیونی، آکسون نورون، ترشح استیل کلین. استیل کلین میره با اون گانگلیونه در واقع که در دو طرف ستون مهره قرار داره میره سیناپس میده. بعد اون آکسون پست گانگلیونی، آکسون نورون دوم، میره توی ارگانهای هدف نورپینفرین ترشح میکنه. گرفتی شد؟ یه ریویو داشته باشیم. گفتیم پاراسمپاتیک چی ترشح میکنه؟ نورون اولش استیل کلین ترشح میکنه، نورون دومش چی ترشح میکنه؟ بازم استیل کلین. سمپاتیک نورون اول چی ترشح میکنه؟ استیل کلین. نورون دومش ترشح میکنه؟ نورپینفرین. پس شما یه همچین چیزی یادتون باشه: استیل کلین، استیل کلین، استیل کلین، نورپینفرین. این یه کلیاته. در 1% موارد مثلا شاید این نورپینفرین هم بشه استیل کلین که اونجا دربارش توضیح میدیم بعدا. تمام نورون های پرگانگلیونی استیل کلین ترشح میکنن. حواستون به این موضوع باشه. خب اینم از این. حالا یه سوالی که مثلا حالا حقیقتا من برای خودم اون پیش اومده بود، گفتم حالا چه دلیلی داره که اصلا ما گانگلیون داشته باشیم؟ چرا مثلا اون نورونه از همون اول نمیاد مستقیم بره به ارگان هدف برسه؟ دلیلش چیه؟ دلیلش برمیگرده به بحث تنظیم شدن. شما تو ناحیه گانگلیون انگار در واقع یه محل داری برای اینکه بگی به اصطلاح من بیام یه سری پیام‌ها رو تقویت بکنم، یه سری پیام‌ها رو کم بکنم. این یه بخشش. یه بخش دیگه همون قضیه یک پلیس و چند پلیسه. شما وقتی که یه پیام مثلا میاد اینجا تو به گانگلیون میرسه، خودش چندین پلیس ازش خارج میشه، چندین نورون ازش خارج میشه که به قسمت‌های مختلف بدن برسه. خب یه کلیتی از پاراسمپاتیک و سمپاتیک خدمتتون گفتم. طولانی شد، هیچ اشکالی نداره، نیاز بود، چون که من دیدم اکثر بچه‌ها تو این بحث مشکل دارن، اینقدر توضیح دادم خدمتتون. خب درباره سیستم کولینرژیک هم صحبت بکنیم و دیگه همین نکته رو این جلسه رو ختم میدیم. خب سیستم کولینرژیک درباره چیش میخوایم صحبت بکنیم؟ بذار براتون بگم. نگاه بکن آقا، اول دفعه حالا درباره کلا ترشحاتش براتون بگم، بعد درباره گیرنده صحبت میکنم. خب نگاه بکن، مثلا همون باقر رو در نظر داشته باش. خب باقر از شیر فرار کرده، اومده خونه، تو خونه نشسته. حالا مغزش باید بهش بگه که آقا تو دیگه از شیر فرار کردی، بیایم ارگانهات رو به حالت پاراسمپاتیک در بیاریم. ضربان قلبش به اصطلاح پایین بیاد، چه میدونم یورینیشن اتفاق بیفته، بره دشویی. الان خب شیر که دنبالت نیست که میتونی بری دشویی. چه میدونم مردمکاشو بیایم مثلا به اصطلاح تنگ بکنیم، نیازی به این همه حجم ورودی نور نیست. بیایم ترشحاتش رو بیشتر بکنیم، ترشحات بزاقیش رو بیشتر بکنیم، ترشحات گوارشی رو بیشتر بکنیم. الان وقت هست که خون بفرستیم سمت گوارش، دایجستشن گوارش انجام بشه. نیازی نیست همه خون به سمت ارگان مثلا قلب و به اصطلاح پاها بره که این طرف بدوه. الان یا چیزی دنبالت نکرده. خب
پس این اتفاق میخواد بیفته. چجوری این اتفاق میفته؟ گفتیم که مغز یک سری حالا اعصاب داشته، یک سری اعصاب مغزی گفتیم برای پاراسمپاتیک. الان فقط دارم درباره پاراسمپاتیک صحبت میکنم. اعصاب چی بودن؟ 3 بود، 7 بود، 9 بود، 10 بود، S1 بود، S2 بود، خب و S2 بود، S3 بود، S4 بود، S2 تا S4. خب حالا این عصبه آقای پرگانگلیونی داشت. پرگانگلیونی گفتم چی ترشح میکنه؟ استیل کولین. خب چجوری این استیل کولینه ترشح میشه؟ چجوری این استیل کولینه روی ناحیه گانگلیونی تاثیر میذاره؟ چجوری ترشح میشه؟ چجوری اثر خودشو میذاره؟ درباره این میخوام صحبت بکنم. خب آقا پتانسیل عمل خب از اینجا میرسه دیگه و به هر حال این نورونه تحریک شده دیگه، درسته؟ یعنی مغز اومده توی این ناحیه، مثلا هسته اودینگر وستفال هسته عصب 3 اینجا اومده این نورون پرگانگلیونی رو تحریک کرده. با چی؟ با پتانسیل عمل. پتانسیل عمل مثلا سدیوما رفتن توی عالمه و این نورونه الان تحریک شده. خب نورونه این پتانسیل عملش میره 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 تا به ناحیه سیناپسش میرسه. خب اینجا من این با آبی کشیدم، این همین سیناپس هستش. خب پتانسیل عمل میاد و میاد و میاد و میاد و میاد تا به انتهای سیناپس میرسه. خب حالا میخواد چی ترشح بکنه؟ میخواد استیل کولین ترشح بکنه. یه سوال، به نظر شما استیل کولین کجا تولید میشه؟ کجا باید تولید بشه؟ خب به نظرتون مثلا توی جسم سلولی تولید بشه منطقیه؟ یعنی شما مثلا این تولید در نظر داشته باشید این نورونه باشه، این آکسون نورونه باشه، اینم مثلا پایانی سیناپسی باشه، اینم مثلا خوب در نیومد. خب این مثلا اینجا ساخته بشه. خب اینجا ساخته بشه بعد یواش یواش بیاد 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 به اینجا برسه. خب این که فایده نداره. یعنی مثل اینه که مثلا شما یکی از کنارتون رد شده، میخواید سلام بکنید، بعد میخواید دست رو بالا بیارید، بعد مثلا تصور کن اون استیل کولین توی جسم سلولی ساخته میشد، میخواستی دست رو بالا بیاری، طرف رد شده دیگه، بعد طرف یه 100 متری رد شده، ها سلام، اینجوری دست رو بالا. این خیلی دیلی خیلی زیادیه. به همین جهت تولید استیل کولین تو همین ناحیه سیناپس انجام میره، توی همین به اصطلاح انتهای عصب، انتهای نورون انجام میگیره. خب برای تولید استیل کوا به چی نیاز داریم؟ به کولین نیاز داریم و استیل کوا. خب برای تولید استیل کولین به استیل نیاز داریم و کولین. کولینش رو از کجا میاریم؟ کولینش رو از بیرون سلول. میگم براتون حالا چجوری این کولین از کجا میاد. از بیرون سلول وارد میکنیم. چه جوری؟ با یه به صورت سیمپورت، یه سدیم میاد تو، یه کلین هم میاد داخل. خب سدیم‌ها که کلا دوست دارن بیان داخل دیگه، یه سدیم میاد تو، دست یه کلین رو هم با خودش میگیره، میگه آقا شما بیا داخل. خب چرا مثلا کلین نمیشه؟ کلین کلیه دیگه، یعنی همینجوری نمیاد داخل، بعد یکی دستشو بگیره. کولین میاد داخل. کولین میاد داخل، از اون ور هم میتوکندری استیل کوا رو میسازه. بس همین گلیکولیز و پیروات هیدروژناز و ایناست که تو بیوشیمی گفتیمشون، خیلی حالا اینجا نیاز نیستش بدونیدشون. میتوکندری استیل کوار، میتوکندریایی که همین انتهاها هستن، همین انتهای به اصطلاح چی میگن، معده داغونه، همین توی انتهای سیناپسی هستن. میتوکندریا میان استیل کوا رو آزاد میکنن. استیل کوا با کولین باید ترکیب بشه توسط چه آنزیمی؟ کولین استیل ترانسفراز. خب ببین کولین که اینه، استیل که اینه، ترانسفرازه. چیکار میکنه؟ میاد دست کولین رو میگیره، دست استیل رو میگیره، کوا رو شوت میکنه، میگه بیا شما هم دین، اینجوری بوسشون میکنه. خب گرفتی شد؟ پس کولین استیل ترانسفراز میاد دست کولین و استیل رو میگیره، کوا رو شوت میکنه، اینجوری بوس کنید هم دیگه رو. چی تولید میشه؟ استیل کولین تولید میشه. خب حالا این استیل کولین باید وارد چی بشه؟ باید وارد یک سری وزیکول بشه. چرا؟ توی حالا به اصطلاح هم این ناحیه انتهای سیناپسی، هم توی خود سیناپس، هم توی نورون به اصطلاح پس سیناپسی، ما یک سری آنزیم داریم به اسم کولین استراز، کولین استراز. خب کولین استراز شبیه قیچی عمل میکنه و میاد در واقع این استیل کولین رو تخریب میکنه. در واقع دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شما آقا یه عالمه استیل کولین وارد اینجا کردی، ناحیه سیناپسی کردی. خب برای بعدی باید این جای خودش رو تمیز کنه، که میداشی باید جایش خودش تمیز کنه که نفر بعدی بیاد دیگه. خب اصلا باید ظرفا رو بشوری دیگه که مثلا بتونید توشو غذا بخورید مثلا. این میاد توی فضای سیناپسی، استیل کولینه دیگه نباید خیلی بمونه تا به اصطلاح تا زمانی که دی پیام بعدی میاد.
این استیل کلین بعد تخریب بشه، تبدیل بشه به حالا به کلین و استات. این کلینش اینجوری مثلا برمیگرده دوباره به سلول. خب ولی این توی فضای چیز هم انتهای سیناپسی هم وجود داره. بنابراین ما نیاز داریم که استیل کلین رو یه جوری قایم بکنیم که این نیاد توی اینجا تخریبش بکنه. ما نمیخوایم اینجا تخریب بشه، میخوایم اینجا تخریب بشه. خب بنابراین استیل کلین میره وارد چی میشه؟ وارد وزیکول میشه. همینجوری میتونه وارد وزیکول بشه؟ نه. نیاز به چی داریم؟ نیاز به یه ترانسپورتر داریم، بهش میگن وات، وزیکول اسوسییتد ترانسپورتر. وزیکول اسوسییتد ترانسپورتر میاد چیکار میکنه؟ میاد هیدروژن رو بیرون میاره، استیل کلین رو وارد میکنه. درست شد؟ پس این وزیکول اگر در نظر داشته باشی، میاد استیل کلین رو وارد وزیکول میکنه، هیدروژن رو به بیرون پمپ میکنه. خب حالا این وزیکوله باید ترشح بشه دیگه، باید به فضای سیناپسی ترشح بشه. حالا چه جوری ترشح میشه؟ خب بیاد براتون توضیح بدم اینجا که به اصطلاح چه اتفاقی میفته، حالا چه جور ترشح اینا انجام میگیره. نگاه بکنید، این مثلا تصور بکنید که این به اصطلاح همون انتهای قشایی باشه، انتهای به سیناپسی باشه، اینم حالا مثلا سیناپس بعدی باشه که میخواد اون انتقال انجام بگیره براش. اکشن پتانسیل که از اینجا میاد خب و میرسه دیگه به اصطلاح اون چیزا هم ساخته، اون استیل کوآ هم که ساخته شده توی چی قرار؟ توی وزیکول قرار داره و قراره که ترشح بشه. برای اینکه شما کلا توی بدن اینجوریه یه چیزی رو رد بکنید، نیاز به رفیق داری، نیاز به کاپل شدن داری. خب اینجا هم همین طوریه. چجوری این استیل کلین میتونه وارد بیاد به این ناحیه، میتونه به این ناحیه قشای وارد بشه؟ جوری مثلا اینو ترشح بکنه این وزیکوله. بیاید براتون بگم که به چه اتفاقی میفته. روی وزیکول ما در واقع یک سری چیز داریم، یک سری پروتئین داریم. خب بهشون میگن چی؟ به این پروتئین که روی به اصطلاح وزیکول قرار گرفته، به این پروتئین میگن پروتئین، این مثلا من شماره 1 بزنم، بهش میگن پروتئین سین تاکسین عذرخواهی میکنم، سیناپتو بروین. سیناپتو بروین. خب سیناپتو بروین میگه آقا بریم، سیناپتو بروین. خب یه پروتئین مکمل براش داریم، مثلا اینجا قرار گرفته اینجوری، این مثلا شماره 2 باشه، به اون میگن سین تاکسین. خب یه مثلا یه حالت مثلا پروتئین اینجوری هم اینجا داریم، اینو شماره 3 بزنم، به این میگن اسنپ 25. مثلا یه پروتئین هم اینجا در نظر داشته باشید، به این هم، این پروتئین هم بهش میگن چی؟ بهش میگن سیناپتو تاگمین. خب تاگمین. خب چه اتفاقی میفته؟ اینا حالا چیا هستن؟ مثلا چه اتفاقی میفته؟ چه جوریه این؟ ببینید وقتی که اکشن پتانسیل میاد این انتها، خب با خودش چی میاره؟ با خودش عالم سدیم و اینا میاره، درسته؟ یعنی بار مثبت میاره، یعنی ولتاژ میاره. توی به اصطلاح این ناحیه ما یه کانالی داریم بهش میگیم کانال کلسیومی. این کانال کلسیومی ما حساس به ولتاژه، یعنی در واقع باعث میشه که این کلسیوم وارد بشه. یعنی وقتی اکشن پتانسیل به این ناحیه انتهایی میرسه، این فعال میشه و در نتیجه کلسیوم وارد سلول میشه. میگم کلسیوم به چه کاری میاد. در ابتدا این سیناپتو بروین ما میگه آقا بریم بریم بریم. کجا بریم؟ بریم ترشح بشیم. میره 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 تا به کی میرسه؟ به سینتاکسین میرسه. اینا میان مثلا خیلی عاشقانه دستای همو میگیرن، اینجوری مثلا دستای همو میگیرن، به همدیگه وصل میشن و میبینن که دستامون جدا شد. چیکار کنیم؟ به چسب نیاز داریم. چسب کیه اینجا؟ اسنپ. خب ببین اسنپ مثلا واقعا هم اسنپ دیگه، تو خود نگاه بکن، مثلا اپ اسنپه. خب راننده یکی دیگه است، مسافر یکی دیگه است، این وسط کسی که اینا رو به هم میچسبونه که اسنپه. اینو واقعا خیلی راحت میتونید یاد بگیرید. چیزی که میاد سیناپتو بروین و سین تاکسی. ببین تاکسی، یکی تاکسیه، یکی هم بروینه، میگه بریم. یکی مسافره که اینه، یکی مسافره که اینه، یکی تاکسیه که اینه، یکی هم اسنپه که اینجا قرار گرفته. واقعا ساده است. خب اینا میان به هم میچسبن با کمک چی؟ با کمک اسنپ. اسنپ مثلا میاد این بینشون قرار میگیره. خیلی کاری به شکل نداشته باشی، صرفا مفهوم رو یاد بگیرید. میاد به هم دیگه میچسبن. خب ولی میبینن که ما به یه چیز دیگه هم نیاز داریم، به یه بسا جرقه نیاز داریم. ببین ماده سوختنی ماده سوختنی و اکسیژن و اون یکی چی بود؟ اکسیژن بود و ماده سوختنی، اون یکی چی بود؟ یادم رفت نمیدونم. 3 تا بود. خلاص مثلث آتش دی واجوری یادم رفت. خلاصه این کلسیومه میره به این پروتئین که اسمش چیه؟ سیناپتوتاگمین. میره به سیناپتوتاگمین وصل میشه. سیناپتوتاگمین در انتها میاد یه جرقه به اینها میزنه، این قشای باز میشه و در نهایت استیل کلین ترشح میشه به فضای سیناپسی. اوکی. خب یه کلیاتی براتون گفتم اینجا رو که حقیقتا اینقدر ریزم نمیخواد بلد باشید، ولی خب دیگه گفتم بدونید بهتر.
پس بنابراین پتانسیل عمل رسید، میتوکندری استیل کوآ گفتیم توسط آنزیم کولین اسید ترانسفراز، این اسید کولینه میره توسط وت میره داخل، بعد استیل کولینه حالا با کمک کلسیم ترشح میشه. خب ترشح وزیکول هم که براتون گفتم، برهم کنش سیناپتوبروین در سطح وزیکول با پروتئین سینتاکسین و اسنپ 25 به مجموع سیناپتوبروین و سینتاکسین و اسنپ 25 میگن اسنیر. اگه جایی دیدید کمپلکس اسنیر هرچی. بعد برهم کنش کلسیم وارد شده با سیناپتوتاگمین رو داریم تو قشای وزیکول، ایجاد سوراخ در سیناپس و ترشح وزیکول رو داریم و در نهایت هم آنزیم استیلکولین استراز که توی بسا فضای سیناپسی قرار داره میاد این استیلکولین رو تخریب میکنه. ممکنه براتون سوال بشه که اصلا چرا آنزیم استیلکولین استراز میاد تخریب میکنه. ببین یه مثالی که حالا دیگه چی کار کنیم دیگه، بعد یه جوری بهتون آموزش بدیم دیگه. ببین نمیدونم چجوری بگم این مثال، واقعا مثال از این بهتر به ذهنم نمیرسه. ببین تو مثلا میری یکی رو بوس میکنی، خب بعد این بوسه رو هی میذاری میمونه، یعنی میذاری میمونه، این بوسه میذاری میمونه. خب بعد به اصطلاح مثلا حالا نمیدونم من 30 ثانیه از یه دقیقه تایمشو من تایم شماها میدونید، خب اثرش میره دیگه، میبینی آقا هیچ انگار هیچی به هیچی، دهنت انگار چسب. نیازه که اینو برداری بعد دوباره اقدام بکنی. درست شد؟ استیل کلین هم همین طوریه. وقتی که استیل کلین میاد روی به اصطلاح گیرنده میشینه یه پاسخی ایجاد میشه. خب اون پاسخ ایجاد شد، برای اینکه دوباره پاسخ ایجاد بکنه باید دوباره پاشه دوباره بشینه. خب شبیه اینه که مثلا نمیدونم شبیه چیزی نیست ولی خب اینجوریه دیگه. دلیلش هم اینه که انگار مثلا یه هندل میده، مثلا انگار نورون پست سیناپسی خیلی آدم تنبلیه، هی بعد انگولکش بکنی، یه بار انگولکش میکنی مثلا یه کارتو جابجا میکنه. خب برای اینکه کارت بعدی رو جابجا بکنه باید دوباره انگولکش بکنی. به همین جهت ما نیاز داریم آنزیم استیلکولی استراز وجود داشته باشه، اون استیلکولینایی که نشستن و استیلکولینایی که توی به اصطلاح فضای سیناپسی هستن اینا رو جمع بکنیم، برداریم، دوباره استیلکولین ساخته بشه و ترشح بشه به این صورت. خب یه دارویی داریم به نام همیکولینیوم چیکار میکنه؟ میاد این رو بلاک میکنه، اینو بلاک میکنه. این ای بابا ببین این دارویی که همیکولینیوم میاد این ناقلی که اینجا هستش اینو بلاک میکنه. خب داروی دیگه داریم به اسم وزامیکول که میاد وت رو بلاک میکنه. خب همه اینها نتیجهشون چیه؟ عدم ترشح استیل کلین. بعد ناقل وت توسط وزامیکول مهار میشه. سم بوتولیسم هم داریم. بوتولیسم یه جور تخریب کننده است، میره اون اسنپ 25 و چه میدونم سیناپتوبروین و اینا رو تخریب میکنه، در نتیجه از آزادسازی استیل کلین جلوگیری میکنه. این توکسین بیشتر روی نورون مهاری اثر داره، در نتیجه باعث اسپاس میشه و باعث فلج عضلات اسکلتی نمیشه. در واقع اصلا بحث همین آپر موتور نورون و لور موتور نورون دیگه. شما آپر موتور نورونتون مهاریه، خب یعنی میاد به اصطلاح این نورون مهاریه رو چیز میکنه. این نورون مهاری که قراره بره به نورون تحریکیه بگه آقا بس کن، اینو بهش نمیگه، در نتیجه اسپاس ایجاد میشه. اینجوری. حالا این مراحل اولیه و ایناش البته کار نداریم خیلی. بوتولیسم هم کجا داشتیم؟ توی همین کنسروجات و همین باکتری کلاستریدیوم بوتولینوم اگه خاطرتون باشه ترشحش میکرد که اسپورو اینا هم داشتش. خب یه باکتری دیگه هم با چیز ترشح میکرد، گفتمش دیگه. یه باکتری دیگه هم اسپور ترشح میکرد، تو کامنت ها برام بگید ببینم یادتونه یا نه. سیستم کولینرژیک، درباره گیرنده‌اش صحبت بکنیم. تا اینجا درباره چی صحبت کردیم؟ تا اینجا درباره این صحبت کردیم که آقا سیستم کولینرژیک یا پاراسمپاتیک میاد یک سری عصب داره، فیبرای پرگانگلیونی، گانگلیون، پست گانگلیونی. درباره اثراتش یه توضیح کلی دادیم ولی خب خیلی نگفتیم، اون رو تو جلسه بعد میگیم. درباره گیرنده‌ها میخوام صحبت بکنیم. گیرنده‌ها یه توضیح کلی براتون دادم، گفتم آقا این نورون اول اگه باشه میره روی گانگلیون اثر میذاره. گانگلیون گفتیم گیرنده‌اش چیه؟ نیکوتینیه. بعد این نورون گانگلیونی، نورون پست گانگلیونی روی ارگان هدف تاثیر میذاره. ارگان هدف گفتم گیرنده‌اش چیه؟ موسکارینیه. خب بنابراین من اینجوری میتونم بگم که آقا سیستم کولینرژی کلا دو نوع گیرنده داره. یک سری گیرنده های در واقع نیکوتینی هستن و یک سری گیرنده های موسکارینی که حالا اینجا نوشتیمش دیگه چه کاریه. گیرنده های نیکوتینی، گیرنده های موسکارینی. گیرنده های نیکوتینی گفتیم دیگه اسیدکلین روی گیرنده کانالی اثر میکنه، باز شدن کانال. این مکانیزمش رو براتون بگم. گیرنده نیکوتینی یه گیرنده کانالیه در واقع. خب یعنی مثلا شما اگر این رو گانگلیون در نظر داشته باشید و این رو به اصطلاح گیرنده نیکوتینی در نظر داشته باشید، خب در اختیار گیرنده نیکوتینی خب بسته است. خب
این استیل کلین میاد روی اینجا میشینه و باعث میشه این کاناله باز بشه. این کاناله که باز میشه سدیم وارد میشه. خب حالا ممکنه یکی بگه آقا چجوری پتاسیم خارج نمیشه؟ پتاسیم هم خارج میشه، ولی مقدار ورود سدیم از مقدار خروج پتاسیم خیلی بیشتره. خب چرا مقدار ورود سدیم بیشتره؟ ببین داخل نورون در حالت عادی خب برای نورون پست گانگلیونی تحریک که نشده هنوز. خب بنابراین اون وضعیت پتانسیل عمل و وضعیت پتانسیل قشایش در چه حالتیه؟ تو پتانسیل عمله یا توی پتانسیل استراحته؟ تو پتانسیل استراحت دیگه. تازه استیلکولین میخواد بیا تحریکش بکنه. قبول داری؟ خب پتانسیل استراحت داخل نورون منفی بود یا خارج نورون؟ داخل نورون منفی بود. پتانسیلش در حد مثلا منفی 40 اینا بود دیگه. خب یا حالا با توجه رستینگ ممبرن پتانسیل داخلش منفی بود دیگه، درسته؟ خب منفی مثبت رو جذب میکنه، به همین جهت سدیوما بیشتر تمایل دارن بیان داخل. پتاسیوما مثلا انگار اون نیرو منفی داخلی، اون یون هایی که به یون که نیستن، اون به اصطلاح الکترونگاتیویتی منفی که داخل سلول قرار داره اصلا نمیذاره برن بیرون. به همین جهته که میگیم مقدار در واقع ورود سدیم بیشتر از خروج پتاسیمه. به همین جهت دپولاریزاسیون اتفاق میفته. و گرفتی شد این نورون اولی که پرگانگلیونی بود اومد روی گانگلیون تاثیر گذاشت با کمک این گیرنده کانالی. خب و باعث شد که سدیم وارد بشه. سدیم هم که وارد میشه چه اتفاقی میفته؟ در واقع دپولاریزاسیون اتفاق میفته. خب این از این. حالا محلش کجاست؟ دو جا ما گیرنده نیکوتینی رو داریم. یکی همین نورون های پست گانگلیونیه که براتون گفتم. خب همین در واقع خود گانگلیونه، خود اون گانگلیونه اون به اصطلاح جسم سلولیش پست گانگلیونی حساب میشه دیگه. پس یکی رو خود گانگلیون که بهش میگن نوع NN نیکوتینی نورونی. خب یکی هم روی صفحات انتهایی عصبی عضلانی، در واقع عضلات ارادی، مثلا عضله دو سر بازو. خب عضله دو سر بازو اون گیرندش گیرنده نیکوتینی هستش. خب اینو توی بحث فیزیولوژی عصب عضله خدمتتون گفتم. نیکوتینیک ماسل، در واقع این بیشتر اندکس اینجوریه، NM اینجوری می‌نویسن. پس فقط دو جا گیرنده نیکوتینی داشتیم. حواستون باشه، حواستون بی موضوع باشه. نیان بهتون بگن گولتون بزنن بگن روی قده بزاقی مثلا چه میدونم گیرنده نیکوتینی آره تحریک میشه، اونو گولتون نزنن. یکی روی مثلا اون نورونه داریم، رو بافت هدف نیست، رو نورونه داریم، یکم روی مثلا عضلات اسکلتی هستش. خب این گیرنده نیکوتینی بود. گیرنده موسکارینی چی؟ آها اینجا یه ذره آره. خب درباره گیرنده موسکارینی براتون صحبت کنم. گیرنده های موسکارینی خودشون 5 تا تایپ هستن. خب و به صورت جی پروتئین هستن. جی پروتئین اگه نمیدونید چیه من این توضیح کلی اینجا بهتون میدم، ولی اگه نمیدونید لطفاً برید ویدیوی فیزیولوژی بیوشیمی هورمون پارت 1 رو فقط همون چند دقیقه قسمت گیرنده ها فکر کنم دقایق آخرش هستش ببینید. درباره جی پروتئین کامل توضیح دادم اونجا، اگه خواستید کامل یاد بگیرید. اینجا توضیح کلی میدم خدمتتون. این اگه قشا در نظر بگیرید این میشه جی پروتئین در واقع. خب در واقع بهشون میگن جی پروتئین کاپل رسپتور. خب جی پروتئین خودش یه پروتئین هستش که از 3 بخش تشکیل شده، یه آلفا داره، یه گاما داره، یه بتا داره. خب و این جی پروتئینه اومده به یک رسپتور کاپل شده، به همین جهت بهش میگن جی پروتئین کاپل رسپتور. خب این رسپتور 7 بار از قشا رد شده، یه بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار، 7 بار. خب 7 بار از قشا رد شده. حالا با توجه به نوع گیرنده موسکارینی ما حالا دیگه مثلا اگه M1 M3 M5 باشه مثلا GQ فعال میشه، اگه M2 M4 باشه به اصطلاح GI فعال میشه. خب حالا چرا اینجوریه؟ چرا همشون اصلا با GS فعالیت نمیکنن؟ چرا همشون اصلا با GQ فعالیت نمیکنن؟ ببین دلیلش برمیگرده به اینکه اثر پاراسمپاتیک رو بافت‌های مختلف متفاوته. مثلا تو همون طوری که میخوای به اصطلاح پاراسمپاتیک، خب پاراسمپاتیک همون جوری که میخواد مثلا عضله صافی که مال مردمک هست رو تنگ بکنه، یعنی منقبضش بکنه، همون جوری باید یه کاری بکنه که عضله قلبی کمتر به اصطلاح منقبض بشه. قبول داری اینو؟ بنابراین نیاز داریم که هم یک سری گیرنده داشته باشیم که مهاری باشن، یک سری گیرنده داشته باشیم که تحریکی باشن. یعنی چی؟ انگار شبیه اینه که آقا وقتی پلیس میاد توی شهر میگه آقا همه چی آرومه، یک سری از افراد کاراشون رو تو خونه، مثلا تایپیست طرف تو خونه کاراشو انجام میده، باید به این مثلا اعلام کنی تو خونه بمون. خب و به اونی که مثلا کارش بیرونه بگی آقا بیا بیرون.
درست انگار مثلا اینا شهرهای نمیفهمه، مثلا چه میدونم مثلا ناشنوان، مثلا توهین نباشه، مثلا نمیتون متوجه نمیشن، باید حتما بری در رو بزنی بگی آقا بیاید بیرون. خب به مثلا اونی که مثلا کارش بیرون از خونه است بیای بهش بگی آقا برو بیرون. خب و به اونی کارش داخل خونه است بگی آقا بمون داخل خونه. به همین جهت نیاز داریم که گیرنده های مختلفی داشته باشیم که پاسخ های مختلفی توی بافت‌های مختلف ببینیم. خب اگه تو مثلا همشون جی کیو باشن، خب از اون ور تو عضله صاف به اصطلاح مردمک رو تنگ کردی، عضله قلبی رو هم میای تحریک میکنه. خب این چه پاراسمپاتیکی داره، تاکیکاردی میده. گرفتی شد. خب چجوری حالا اینا رو یاد بگیریم؟ چجوری یاد بگیرم که M2 M4 مهاری ان؟ چجوری یاد بگیرم M1 M3 M5 تحریکی ان؟ دستتو بیار بالا، دستو مشت کن. خب انگشت بده. خب حالا انگشت شماره چنده؟ این انگشت شماره 3. درسته. خب وقتی اینو به یکی نشون بدی مهار میشه یا تحریک میشه؟ خب تحریک میشه، میاد میزنه تو دهنت دیگه. درسته. و اینو انگشتو نشون میدی، اینو تو یوتیوب فقط دهن ما رو سرویس میکنه. اینو تو نشون میدی به اصطلاح میاد چی؟ به اصطلاح میاد و انگشت وسط رو که بالا میاری تحریک میشه، میاد میزنه تو دهنت. پس این انگشت شماره 3 تحریکیه. خب حالا یکی در میون اضافه بکن، انگشت 1 انگشت 4. حالا دست خودتو نگاه بکن، انگشت اولی انگشت سومی انگشت پنجمی اومدن بالا، اینا تحریکی ان. هرچی موند بینش میشه مهاری. خب هرچی موند بینش میشه مهاری. اینجوری هم میتونی یاد بگیری. مثلا یه گیرنده موسکارینی اینجوری بکشی، خب اینو مثلا بذاری شماره 1، اینو بذاری 2، اینو بذاری 3 4 5 اینجوری. این مثلا به سمت بالاه، این مثلا بذاری M1 تحریکیه. این مثلا M2 باشه به سمت پایینی مهاریه. این مثلا M3 باشه به سمت بالا باز تحریکیه. M4 به سمت پایین مثلا مهاریه. M5 به سمت بالا تحریکیه. اینجوری. ولی با اون انگوش وسط یاد بگیرید به نظرم بهتر یاد بگیرید. خب گیرنده های M1 M3 M5 یه سری جاهای خاص قرار دارن. کجاها قرار دارن؟ مثلا گیرنده M1 توی نورون های پست گانگلیونی سمپاتیک و نورون های CNS قرار داره. خب کلا اینجوری یاد بگیرید M1 و M4 و M5 بیشتر تو مغزه، M2 تو قلب، M3 تو بقیه جاست. اینجوری یاد بگیرید آقا M1 M4 M5 توی مغز و اعصابه، M2 تو قلب. خب دو تا قلب بعد 2 تا باشه دیگه. آره این ببین واسه اینکه یه قلب بگیری این یکی، این 2 تا باید باشه که تکمیل بشه. M2 مال قلب، M3 اصلیشو دارم میگم، M3 هم بیشتر مال دستگاه گوارش و ادرایی تناسلی و اینجور جاهاست. خب این نورون‌های پست گانگلیونی سمپاتیک این حالا بیشتر برمیگرده به اون مثلا نورون‌های مربوط به اصطلاح قدرت عرقی که حالا دربارشون صحبت می‌کنیم. همه نورون‌هاش نیستن، چون به اصطلاح گیرنده ام رو ما رو همه مثلا چیزا نداریم و خب اون گیرنده‌ای هم که به اصطلاح روش اثر می‌کنه، اون گانگلیون روش اثر داره، اون گیرنده روی گانگلیون، اون گیرنده نیکوتینی هستش. M1 رو نورون‌های CNS هم هستش. خب بعد داخل مغز هم ما یه اینور اونوری هی داریم. M2 روی قلب، حالا عضله صاف هم میتونیم بگیم ولی بیشتر اصلش رو میوکارد شما یاد بگیرید. نورون CNS هم هست. همه این نورون‌های CNS کلا همه گیرنده ها رو دارن. ولی شما چیزی که ازتون میخوام یاد بگیرید M1 CNS رو یاد بگیرید، M2 میوکارد رو یاد بگیرید، M4 CNS رو یاد بگیرید، M5 هم CNS رو یاد بگیرید. M3 میشه غدد برون ریز، چشم، دستگاه گوارش، ادرایی تناسلی، دیواره عروق، عضله صاف برونش. خب دقت بکنید هر آنچه غیر از قلب و CNS دیگه میشه امتری. خب M4 مثلا انتهای واگ هم هست، M5 هم حالا میگه اندوتلیوم و عروق، خصوصا عروق مغزی. اینا یه سری نکات ریز هستن که بلد باشید، حفظی ان واقعا. خب و تو جلسه بعدی هم من درباره هر کدوم از اثراتش صحبت میکنم. سعی میکنم درباره گیرندش هم بگم که حالا ریکال بشه براتون، نگران نباشید. ولی حتما سعی بکنید که این ویدیو رو که دید قشنگ اینو یاد بگیرید واسه هفته بعدی که اون تدریس میشه بهتر بتونید یاد بگیرید. خب M1 M3 M5 چجوریه؟ اتصال گیرنده به گیرنده جی پروتئین، جی کیو، فسفولیپاز سی و حالا بحث اینو که براتون توضیح میدم چجوری هستش، یه کلیاتی ازش براتون میگم. خب نگاه بکن آقا، این غشا باشه دیگه، درسته؟ غشای نورونی باشه که اون گیرنده موسکارین روش قرار گرفته. این گیرنده موسکارینیه، حالا 7 بار رد شده. این هم در واقع جی پروتئین هستش. خب حالا این قسمت گاماشه، این هم قسمت بتا هستش. خب دقت بکنید M1 M3 M5 جی کیو هستش. خب چه اتفاقی میفته؟ این استیل کلین میاد اینجا قرار میگیره، درسته؟ استیل کلین که اینجا قرار میگیره این تحریک میشه، درست شد؟ این تحریک میشه. وقتی که این گیرنده تحریک میشه میاد آلفا رو بیشتر به خودش میچسبونه. خب یعنی مثلا یه جور آلفا رو یه انگولک میکنه.
درست شد. به آلفا در حالتی که گیرنده غیر فعال هستش GDP وصله. خب یعنی شبیه ATP ADP ATP. خب این GDP GDP وصله. وقتی که استیل کلین به اینجا قرار میگیره، خب این گیرنده این آلفا یه تکون به خودش میده، GDP رو میندازه، GTP بهش وصل میشه. خب این آلفا کلا آدم نامردیه واقعا. وقتی که GTP بهش وصل میشه و پرزور میشه و انرژی دار میشه، میاد یه لقد میزنه به این آلفا و گاما و یه لقد میزنه به این در واقع گاما و بتا، میگه آقا برید اونور. خب من اصلا شما رو دوست نداره، برید اونور. خب و میاد از حتی این گیرنده هم جدا میشه. درست شد. بنابراین ما چی داریم؟ به گیرنده ی آلفا داریم که یه GTP بهش وصله. گرفتی شد. پس بنابراین آقا اسید کنی اومد رو گیرنده اثر کرد، در حالت عادی به آلفا GDP وصل بود. حالا بعد از اون که به اصطلاح تحریک شد GTP میشه GTP، آلفا نامردی میکنه، گاما و بتا رو دور میندازه، گیرنده رو دور میندازه و خودش میگه من این GTP بهم وصل. میره چیکار میکنه؟ میره به فسفولیپاز C در واقع متصل میشه. خب این البته این آلفا هم رو آلفای کیو هستش. میره فسفولیپاز C رو فعال میکنه. فسفولیپاز C بین فسفولیپاز یه تخریب کننده فسفولیپیده. فسفولیپاز C چیکار میکنه؟ میره فسفو اینوزیتول 20 فسفات، فسفو اینوزیتول 20 فسفات رو تخریب میکنه. چی تولید میکنه؟ اینوزیتول تریفسفات و دیاسیل گلیسرول. اینوزیتول تریفسفات میره روی شبکه حالا آندوپلاسمی و حالا سارکوپلاسمی هرچی رو شبکه آندوپلاسمی تاثیر میذاره و کلسیوم آزاد میکنه. خب دیاسیل گلیسرول هم حالا مثلا میره روی پروتئین کیناز C، اگه خیلی خواستین بلد باشین روی پروتئین کیناز C تاثیر میذاره، اینم میره یک سری پروتئین رو مثلا فسفوریله میکنه. خب در نهایت کلسیوم داخل سلولی فعال میشه، یه انقباضی اتفاق میفته. کلا دقت داشته باشید M1 M3 M5 بیشتر جاهایی هستن که یه انقباضی اتفاق میفته. خب مثلا اینجوری میتونید یادش بگیرید. خب پس M1 M3 M5 با GQ فعالیت میکردن. M2 M4 چی؟ M2 M4 با G اینهیبیتوری فعالیت میکنن. چجوریه؟ به نگاه بکن، بازم همون حالت جی پروتئینه رو داریم، همون آلفا رو داریم، همون بتا، همون گاما، ولی این آلفای آیه، یعنی آلفای اینهیبیتوری هستش. خب یه GDP هم اینجا بهش وصله. وقتی اسید کنیم میاد اینجا قرار میگیره. خب در واقع این گیرنده M2 M4 قرار گرفته، M1 M3 M5 نیست، یعنی این گیرنده یا M2 یا M4 روی این گیرنده قرار میگیره. میاد آلفا تحریک میشه، آلفا که تحریک میشه GDP رو دور میندازه، این دوتا رو هم دور میندازه. به چی وصل میشه؟ به GTP وصل میشه. میگه من پرزورم. خب وقتی که به GTP وصل میشه این آنزیم آلفا میره آنزیم آدنیل سیکلاز رو مهار میکنه. در واقع آنزیم آدنیل سیکلاز دو تا قسمت داره دیگه، دو تا گیرنده داره. یه قسمت داره که گیرنده تحریکی، یک قسمت داره گیرنده مهاریه. این میره روی گیرنده مهاریش اثر میکنه. آدنیل سیکلاز مهار میشه، تولید CAMP کم میشه، پروتئین کیناز A کاهش پیدا میکنه، فسفوریلاسیون کانالی انجام نمیشه، در نتیجه پتاسیم از سلول خارج میشه. یعنی سدیم نه تنها وارد نمیشه بلکه پتاسیم هم از سلول خارج میشه و دپولاریزاسیون اتفاق نمیفته و حتی قشا در واقع به سمت کاهش فعالیت میره. مثلا توی قلب اینجوریه دیگه. خب گفتیم مثلا قلبو به اصطلاح خاطرتون باشه اینجا دیگه گفتیم از روی M2 در واقع گیرنده M2 روی قلب هستش، باعث میشه که فعالیت کاهش پیدا بکنه. گرفتی چی شد؟ پس اینم بحث چیزی رو که من خدمتتون گفتم، چیز رو هم از قلم ننداختم، همه رو خدمتتون گفتم. خب خیلی ممنونم که اینجا ویدیو همراه بودید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید برای دوستاتون ارسالش بکنید و حتما همین ویدیو رو لایک کنید و برامون کامنت بذارید و سابسکرایب هم بکنید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.